سلام به شما بینندگان عزیز برنامه تاک شو. سلامی در واقع دوباره در این قسمت از برنامه با توجه به رویدادهای اخیری که طی 40-45 روز گذشته در رابطه با جنگ آمریکا، اسرائیل، ایران و آتش بس و محاصره دریایی داریم، گفتگویی دارم با آقای ستار دلدار، سردبیر شبکه خبر تلویزیون ملی و همچنین مدیر رادیو تهران، مدیر سابق رادیو تهران. از اونجایی که آقای ستار دلدار در شمال کالیفرنیا زندگی میکنن، بنابراین گفتگوی من با آقای دلدار از طریق آنلاین انجام میگیره. سلام میدم به آقای ستار دلدار و تشکر. سلام عرض میکنم جناب آقای مسئول خان سپهر. سلام دارم به تمام تماشاگران عزیز تلویزیون ایران در هر جای دنیا که هستن. مرسی. آقای ستار دلدار، وضعیت فعلی بین آمریکا، اسرائیل و ایران رو در حال حاضر شما چگونه این موقعیت رو ارزیابی میکنید؟ جناب آقای سپهر، همونطور که خاطرتون هست در هفته اول جنگ با هم یه گفتگویی داشتیم. من اونجا خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردم که نظرتون تصویر آقای دلدار جان ببخشید تصویر شما بعد بفهمید میبخشید. عرض کردم در گفتگویی که حدود 45 روز پیش با هم دیگه داشتیم، من اونجا عرض کردم که من ذاتاً با هر نوع آدمکشی و جنگ و ترور و اینا مخالفم و طبیعتاً با این جنگ هم مخالف بودم و هستم. اما این جنگ رو چی شروع کرد؟ به نظر من ما دو بار در دو تا جنگ درگیر شدیم. یکی جنگ ایران با عراق بود، یکی با آمریکا و اسرائیل. هر دو جنگ رو با اینکه ما شروع نکردیم ولی مسببش ما بودیم، بانیش ما بودیم. یعنی آقای خمینی وقتی اومدن ایران از روز اول گفتن صدام باید بره بره. کار به اونجایی رسید که در واقع کار به استخون صدام خورد و اون حمله رو شد. قبلا گفتن اگه ادامه بدید پیغام داده برای خمینی و ما بهتون حمله میکنیم. حمله کردند و جنگ همونطور که میدونید 8 سال طول کشید و صدها هزار نفر از دو طرف کشته شدن. این جنگ هم همینطوریه. یعنی آقای خمینی و خامنه‌ای 47 سال بر طبل جنگ کوبیدن که اسرائیل با نابود بشه و من برخواد اینا هم اومدن پیشگیری کنه و جنگ اینا شروع کردیم، ولی که همونطور که عرض کردم باعث و بانیش آقای خامنه‌ای بود. بعد همون روزم خدمتتون عرض کردم که این جنگ به نظرم باعث نمیشه که رژیم ایران عوض بشه. صحیح. و خیلی خیلی مشکله که بشه در یه جنگ هوایی که فقط کارش بمبارون و موشک پرانیه بتونه یه رژیم کشوری رو عوض کنه. بله. الانم تقریبا به همون جا رسیدیم. البته خب میگم سرنوشت جنگ همیشه با نیروهای زمینی شروع میشه و آمریکا آمادگی اعزام نیروی زمینی به ایران رو نداشت، چون اگرم میفرستاد در واقع یه باطلاق میشد مثل ویتنام. درست. آقای ترامپ جنگ شروع کرد ولی که فکر پایانش نکرد. فکر اینه نکرد که چجوری از این جنگ خودش بیرون بکشه. حضور سرکار عرض شود که خب مذاکرات به اینجا رسیدیم که مذاکرات در پاکستان انجام شد. مذاکرات در پاکستان گفتن شکست خورد، ولی که بازم من تو برنامه خودم و همینطور در دنیای مجلسی نوشتم که نمیشه که اختلافات 47 سال گذشته رو در 21 ساعت حلش کرد. بنابراین خیلی طبیعی بود که این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسه، یعنی توافق نشه. خیلی طبیعی بود و همونجا هم گفتم که آمریکا 25 تا پیشنهاد برای توافق به جمهوری اسلامی داده بود و جمهوری اسلامی هم 10 تا پیشنهاد به آمریکا. از این 25 تا تقریبا 22 یا 23 تاش حل شده و اون 2-3 تای باقی مونده
باز من پیش بینی کردم که حتما این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، نباید گفت کاملا شکست خورده. دیروز آقای ترامپ گفتن که در 2 روز آینده مذاکرات از سر گرفته میشه و در کجا؟ در همون پاکستان. و آقای ونس معاونشون هم گفتن که ما میخوام که ایران رو به بازارهای جهانی در واقع سرازیرش کنیم و به قول خود آقای ترامپ، این آقای ونس میگه ایران 2 مرتبه بزرگ بشه. و امروز هم آقای ترامپ در گفتگوی با ABC ازش پرسیدن که همین بعد ظهر امروز پرسیدن که خب شما همش در مورد کلماتی که به کار میبرید ماضیه، در مورد گذشته است. آیا جنگ تموم شد؟ آقای ترامپ میگه که بحث میکنه، میگه که نمیخوام اینو بگم ولی که به زودی جنگ تموم میشه. خب آقای سپرمن یه سوالی دارید میکنید که واقعا جواب 100% برایش نیست، اما به نظر میرسه که آمریکا خیلی مایله و جمهوری اسلامی هم مایله که این جنگ تمام بشه. حالا این وسط چه اتفاقاتی بیفته باید منتظر روزهای بعد بشیم. آقای دلدار ببخشید شما اشاره کردید که 25 خواسته امریکا بود. آیا بیشتر رسانه‌ها به 15 عدد اشاره کرده بودند؟ آیا شما اطلاعات بیشتری از اون 10 دارین آقای سلطانی؟ 10 مال جمهوری اسلامی بود. 10 جمهوری اسلامی مال آمریکا 15 تا اشاره کرده. 15 تا آمریکا، 25 تا در مجموع. و 25 تا در مجموع. 25 تقاضا داشتن از هم دیگه. الانم آقای دلدار با توجه به اینکه یه آتش بس انجام گرفته، باور می‌فرمایید که این آتش بس فعلی یه آتش بس که برای وقفه برای جنگ. یادمونم نره که همین امروز همین فرمانده ارتش پاکستان در رأس یک هیئت عالی رتبه با یک پیامی از سوی آقای ترامپ به ایران سفر کرده. درست. شما تصور می‌فرمایید که این یک وقفه است یا اینکه نه اگر به نتایج ببینید ایران که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو متوقف کنه و اون چیزی هم که آقای ترامپ و عوامل آقای ترامپ اعلام می‌دارن، یکی از دلایل و یکی از خواسته‌های مهمشون همین در واقع متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ایشونه. من حتی در دیروز اشاره شده بود که ایران به 5 سال در حالی که آمریکا اشاره کرده بوده به 70 سال 30 سال، ولی ایران گفته بوده 5 سال. باز هم عددهایی در این رابطه هست. اگر حتی به اون عدد 5 سال یا اون 20 سال برسه، باز هم شما فکر میکنید که آمریکا موافقت خودش رو اعلام میکنه که تمام تحریم‌ها رو برداره، محاصره دریایی رو حذف کنه؟ ببین آقای سپرمن، خب آره این یه جایی معلومه که اینا جمهوری اسلامی تن داده حداقل به این که در شرط حاضر غنیسازی رو متوقف کنه. این خیلی مهمه. تا اون جایی که من و شما همه مردم ایران و جهان میدونستیم، جمهوری اسلامی قبلا میگفت که شما به هیچ وجه غنیسازی رو متوقف نمی‌کنید. حالا موافقت کردی که با 5 سال این کار رو بکنید. آمریکایی میگن 20 سال. ببین آقای سپهبد، اینا میان به نظر من اعداد بازیه، یه مقدار عوام فریبی برای سرگرم کردن یا قانع کردن مردم بیشتر ایرانه که آره ما گفتیم ولی که مثلا حالا 5 سال، ولی که حالا اون وسط اینا توافقای همش رو صحنه نیست، روی صفحه رو میز همه توافقا رو نمیان به همه بگن. مطمئن باشید که ممکنه که توافقای ضمنی با هم دیگه بکنن، یه جایی از نظر عدد که 5 سال باشه یا 20 سال باشه اینا به توافق برسن. دومین شرطی که مثلا مشکلی که از این گفتم از این 25 شرط 22 تاش حل شده، مجموعه شرطایی که ایران و آمریکا گذاشته بودن، یکیش هم تنگه هرمزه. خب تنگه هرمز رو تا حالا باز بوده، باز کردنش در واقع زیاد مسئله مهمی نیست. آقای سپهبد، به نظر من تا اینجای قضیه 70-80% اینا
به توافق رسیدن و این توافق امروز و فردا یه ذره قطعی تر میشه. مضافاً برای اینکه میبینیم که لحن آقای ترامپ خیلی نرم شده و امروز دیدیم که آقای دبیرکل سازمان ملل متحد رسما خواست که این آتشبس ادامه پیدا کنه. آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم خواست که این آتشبس ادامه پیدا کنه و مذاکرات از سر گرفته بشه. آقای ترامپ هم گفتش که حالا 48 ساعت 24 ساعت دیگه این مذاکرات شروع میشه. نظر من اینه که اینا به توافق میرسن و امروز آقای وانس یک جمله جالبی گفت. خب اینو من قبلا هم گفته بودم که این آقای قالیباف یک آدمیه که اولا قدرت طلبه و هم سردار بوده هم سیاستمدار رئیس مجلس. امروز آقای وانس گفت در واقع مملکت رو داره آقای قالیباف اداره میکنه و با آقای قالیباف ما به نتایجی رسیدیم و همینجور میگه که در اون جلسه در واقع نتونستن با همدیگه یه تصمیم قطعی بگیرن. همونطور که میدونید در مذاکرات پاکستان گفته میشه حدود 80 نفر گروه اعزامی ایران بودن، با 2 تا هواپیما میگن رفتن، هواپیمای F4 ایران و F5. این اونجا به نظرم میاد که همه رو بردن که هر تصمیم میگیرن با نظر همه باشه که بعد نگردن بگن آقا فلانی خیانت کرد و این 2 تا مسئله موندن. اینا رفتن اونجا ایران و مسائل رو همدیگه گذاشتن و موافقت کردن. آقای وانس میگفتش که همه چیز در اختیار آقای قالیباف. حالا یک مسئله امروز پیش اومد، همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم، شورای امنیت روسیه یک بیانیه امروز صادر کرد و نظرشون این بود. ببینید حالا من نمیدونم اینو دارم برای خرابکاری در مذاکرات میکنن یا یه واقعیتیه. میگفتش این آتشبس رو آمریکا و اسرائیل، مثلا آمریکا به این دلیل اعلام کرد و موافقت کرد که بتونن نیروی زمینی خودشون رو آماده کنن. اعلامیه خیلی مفصله. من خیلی تعجب کردم شورای امنیت روسیه که چنین اعلامیه در مورد ایران بده و جنگ ایران. میگه که با آمریکا، میگه که الان آمریکا 50,000 تا نیرو در منطقه داره و از طرف دیگه ناوگان USS که ناوگان در واقع اتمیه الان نزدیک الان در دریای عربه و تا 1-2 هفته آینده که این آتشبس تمام میشه وارد دریای عمان و خلیج فارس میشه. میگه در این ناوگان آمریکایی‌ها دارن 2500 نفر از زبده ترین افراد نیروی زمینیشون دارن میارن، به اضافه اون نزدیک 6500-600 نفر دیگه هم به زودی به اینها ملحق میشه و بدین ترتیب نیروهای آمریکایی در منطقه به 60,000 نفر میرسه. شورای امنیت روسیه پیش بینی میکنه که اینا برای اینه که آمریکا بخواد حمله زمینی به ایران بکنه و این آتشبس و این مذاکرات خریدن وقته و سرگرم کردن ایرانه. در این حمله زمینی شورای امنیت روسیه میگه که غرض اینه که تمام به اصطلاح اورانیوم های غنی شده رو با درصد بالا رو 60% از ایران خارج کنن و بنادر ایران رو بگیرن و تنگه هرمز رو به این ترتیب آزاد کنن. خب این تحلیلی که روسا دارن میکنن 2 تا جنبه داره. یکی واقعا میتونه واقعیت داشته باشه و این مذاکرات و آتشبس و اینا برای سرگرمی و به اصطلاح 2 مرتبه آرایش دادن‌های جنگی به ویژه این دفعه در زمینه نیروهای زمینی، چون روسیه دقیقاً نوشته که چه افراد چه نیروهای زبده‌ای هستن و تخصصشون در چه کارهاییه و اینا رو دارن میارن. از طرف دیگه این خبر رو به همراه داره که روسا اصلا خوشحال نیستن که این
آتش بس انجام توافق صورت بگیره و دارن در واقع یه جوری حول و هراس رو میندازن تو دل رهبران جمهوری اسلامی که بگن آمریکایی‌ها دارن گولتون میزنن و در هر حالتش روسیه آروم نیست، دلش اصلا نمیخواد که حالا چقدر روسا نفوذ دارن که بتونن این جنگ رو ادامه بدن طرف جمهوری اسلامی قانعشون کنن نمیدونم. به هر حال آقای سپهبند یه شرایط استثنایی توی مملکت واسه این جنگه. گفتم که جنگ شروع شد ولی که آقای ترامپ نمیدونست میخواد آخرش چیکار کنه. اولش گفت خب این رژیم عوض میشه، خب ما دیدیم که نشد. حتی خودش هنوز میگه رژیم که تموم شده، عوض شده. ولی که ما عوض شدن نمیبینیم و این که این خدمت رو بگم مردم ما اگر تصورشون بر اینه یا باشه نمیدونم، میگم که 75% به نظرم این تصور غلطه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در نهایت رژیم ایران رو داغون میکنن، سرنگون میکنن و یک کشور سالم و گل و بلبل رو دست یه نیروهای مثلا دموکرات بدن. چنین چیزی نیست. ببینید و انتظارم نمیشه از آقای ترامپ داشت. حالا از آقای نتانیاهو خب چرا اون برنامه‌اش فرق میکنه، ولی که آقای ترامپ وظیفه نداره که به ما دموکراسی بده، حکومت ما رو عوض بکنه و برای ما رفاه بیاره. یعنی توجه کنید دنیا چه لطمه‌ای تو نزدیک 2 ماه دید از نظر اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول امروز اعلام کرد وضع ممکنه که اقتصاد جهان بره توی دیپرشن، یعنی رکود اقتصادی میگه در راهه. خب این اتفاقی که در واقع تمام دنیا متضرر دارن میشن و شدن تا الانم، این برای این نیست که مردم ما آزاد بشن، دموکراسی بیاد، نه اصلا. نگاه کنید مثلا در وظایف آقای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ کجای قانون اساسی یا کجای قوانین وظایف رئیس جمهوری که میرن دموکراسی برای کشور دیگه بیارن؟ اصلا چنین چیزی نیست. و حتی در موارد خاص قانون اساسی یعنی در قانون اساسی امریکن کنگره سالها پیش تصویب کرد که آمریکا نمیتونه کودتا در کشورهای دیگه به راه بندازه، غیر قانونیه مثلا. پس بنابراین میبینیم که تصور ما از این که نتیجه این جنگ از اولش قرار بوده که این حکومت عوض بشه و مردم به سعادت و نمیدونم رفاه برسن یه تصور غلطی بود. آقای ستار دلدار به اشاره کردید، ارزیابی کردید که تا حدود 80% توافق بین امریکا و عرض کنم حضورتون ایران عملی خواهد شد. یعنی یه چیزی اگر اینجور باشه مثل اگر ممکنه توافق برجام در زمان آقای اوباما. حالا از آن طرف یکی از دلایل بسیار اساسی و مهمی رو که دولت ترامپ اعلام میکنه همین غنیسازی است که بهش اشاره کردیم. از اون طرف آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی اشاره میکنن که مردم کشته ندادن که صحبت غنیسازی و توقف اون باشه. این معادله رو شما چگونه میبینید؟ خب ببینید، آره مردم ایران برنامه‌شون با مردم اسرائیل و هدفشون با مردم اسرائیل و آمریکا کاملا متفاوته. اونا دنبال همون چیزی که هستن که شما میگید. ببینید فقط مزایای این جنگ به نظر من تا اینجا میشه قابل قبول دونستش و توجیهش کرد که اینا رفتن و با این کشت و کشتار و با این خرابی‌ها و با این بمباران‌ها و مخصوصا کشتن لایه‌های اول دوم حکومت جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای حکومت تضعیف کردن. حکومت خیلی ضعیف شده نسبت به گذشته و الان از اینجا به بعد وظیفه مردمه. آقای سپهبند عزیز، گفتم که هیچ خارجی نمیاد در ما بودجهش خرج کنه، زندگیشو بذاره، این همه پول، این همه خسارت. نه تنها آمریکا، گفتم که دنیا این کار میکنن که ایرانی‌ها حکومت دموکرات داشته. اصلا چه نیست. از این به بعدش
درست گفته شاهزاده رضا پهلوی یا هر کس دیگه که این حرف بزنه، به نظرم 100% درسته. این وظیفه خود مردم ایرانه. ما مردم هستیم که باید تکلیف خودمون رو با حکومت‌های خودمون روشن بکنیم و این جناب سپهبند کار بسیار 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 مشکلیه. ببینید ما در دروازه طلایی جهان قرار گرفتیم. ما ایران دروازه طلایی بین شرق و غربه. حالا تماشا کنیم موقعیت جغرافیایی رو در نظر بگیرید. بعد از نظر اینا امروز من گفتم از نظر ثروت ما یکی از ثروتمندترین کشورهای روی زمین هستیم. دومین ذخایر گاز تمام هستی تمام دنیا دست ماست. ما سومین ذخایر نفت جهان رو داریم. تمام معادنی که شما فکر میکنید شناخته شده است در کشور ما، سال کم و بیشش همه چیز هست. بعد بریم من نیروی انسانی نگاه کنید. یه مملکت حدود 100 میلیون نفر جمعیت داره. بعد این از نظر علمی ثابت شده. آخرین سرشماری، آخرین نتیجه علمی رو دارم خدمت میگم جناب سپهبند که از نظر هوش در آخرین تحقیقات علمی ثابت شد که مردم ایران در رفیع سومین مردم باهوش دنیا هستند. تا قبل از این من میخوندم که ما تحقیقاتشون ما اولین از نظر هوشی سرآمد اینا نجات پرستی قومی نیست تا تحقیقات در باهوشترین مردم جهان هستیم. حالا این آمار آخر من دیدم که ژاپنیا و چینیا جلوی ما هستن. حالا نمیدونم جو بهرام جز 3 تا کشور دنیای. خب این نیروی انسانی باهوش عجیب استثنایی تو مملکت ما پیدا میشه. اون ثروت و اون ذخایر تو مملکت ما هست. از نظر جغرافی هم که خدمت عرض کردم. ببینید این دنیا نمیذاره آقای سپهبند که ما ابرقدرت بشیم. بغل گوش ما روسیه است. چطور روسیه اجازه میده که ما از تمام این هستی که داریم، از تمام این امتیازاتی که داریم بتونیم بهره ببریم و بشیم یک کشور پیشرفته و از جهان سوم بیایم بیرون؟ اون برای قضیه هم از عربا. خب این کشور عربی همه ثروتمندن، دارن به پاش میکنن به پای غربی ها میدن، نه پول که در واقع هواشون داشته باشه. اینا نمیخوان که یک کشور بزرگ و نمیدونم با تکنولوژی پیشرفته و این شرایط بخواد اونجا ابرقدرت بشه. خب اینو من خیلی در موردش فکر کردم. این واقعا تئوری خودمه. به نتیجه رسیدم تو این مدت که میدونی خب گفتیم من سردبیر خبر تلویزیون بودم، من مدیر رادیو تهران بودم، اینا باشه من 60 سال حداقل من شما 12 سالمون تو خبرنگار اطلاعات کودکان بودیم. حداقل 60 سال ما من تو کار وسایل ارتباط جمعی هستم و تو این 60 سال ندیدم که ما بتونیم پیشرفت بکنیم. تمام زمینه‌ها استعدادش داریم ولی که نمیذارن و 60 سال آینده هم آقای سپهبند نمیذارن که ما قدرت مسلم نخوام بگم ابرقدرت میتونیم حد فرانسه راحت بشه ما این شرایطی که من گفتم ولی که نمیذارن آقای سپهبند. ولی آقای دلداد در زمان پیش از انقلاب ما شکوفایی بسیار درخشانی داشتیم و به قول پادشاه سابق میگفتن که چشمابیا میگن ما ژاندارم منطقه بودیم، ولی ما پیش از انقلاب واقعا یک شرایط بسیار ایدئال و طلایی داشتیم. خودتونم مستحضر هستید. خب آسف من چی شد؟ گذاشتم بریم؟ گذاشتم که از اون حد ژاندارمی ما بیایم بیرون و بشیم یکی از به اصطلاح ژاندارم‌های جهانی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا نه. تا یه جایی گذاشتن دیدن که ما داریم میریم جلومون رو گرفتن. همینه. اتفاقا اینو گفتم که هر مرحله که ما خواستیم بریم جلومون گرفتن نذاشتن. نمیذارن آقای سپهبند. اینا من حالا فقط نمیخوام ناامید کنم در حدی که ما بخوایم یک ملت بسیار مرفه و که شرایطش داریم، استعدادش داریم،
بشین نمیذارن، ولی هم میتونیم از دست یه حکومت‌های مثل این حکومت دیکتاتوری که 47 سال خون ملت مکی و دار و ندرشو برد و پارسال، فقط پارسال گذشته 68% اعدام‌ها بیشتر شد. این دیروز سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد ما پارسال، یعنی ما چی کاره جمهوری اسلامی پارسال 1649 نفر رو رسما با اسم و رسم که منتشر شده اعدام کرده. خب اینو ببینید آقای سپرمن، ما از این مرحله میایم بیرون 100%، ولی که من نیستم، احتمالا شما انشالله هستی، تماشاگران هستن، ولی که با 30 سال 40 سال 5 تا بخوام تلقون بخوریم باز یه علم شنگه‌ای در میارن و یه بامبولی سرمون در میکنن. آقای دلدار عزیز، شما نقش آقای نتانیاهو یا به قول معروف تل‌آویو رو در این رابطه چگونه می‌بینید؟ لابی‌های آقای نتانیاهو در ارتباط با احیانا توافقی که شما اشاره می‌کنید که ممکنه با بین امریکا و ایران انجام بگیره، فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو در این رابطه ساکت بنشینن یا حتی لابی اسرائیل در این رابطه ساکت بنشینه. خب آقای نتانیاهو آماده است، میگه که باز این امروز گفت، حالا سوالایی که شما می‌کنید من جوابش همین امروز دارم از صحبتایی که کرده. آقای نتانیاهو گفتش من برای هر سناریوی آماده‌ام، یعنی چه توافق بشه چه جنگ بشه، اما ببینیم که ته دلش چی میخواد. خب بعد از این 2 سال، بیش از 2 سال جنگ غزه، کشتن نزدیک 50,000 نفر، جنگ بعد 2 مرتبه جنگ با ایران، مردم اسرائیل از جنگ خستن. اینو باز در خدمتتون عرض میکنم، سرشماری شده، آمار گرفتن، درسته از جنگ خستن، اما از ادامه جنگ با ایران استقبال میکنن. دقیقاً، بله. یعنی میگن آقا ادامه بدید، با اینکه ما خیلی خسته‌ایم و جنگ پدر ما رو در آورده، هر روز تو نمیدونم پناهگاه باز بریم از زندگی افتادیم، ولی که موافق توافق با ایران یا تموم کردن جنگ نیستن. این بازم آخرین آماری که دیروز در اومد. آقای نتانیاهو خواسته مردم خودش انجام میده. مردم اسرائیل میخوان این جنگ باشه، ادامه میده و هم برای منافع شخصی خودش، چون میدونه که کلی پرونده داره و کلی داستان هاست و اون پرونده رو میخواد یه جوری به فراموشی بسپاره و قهرمان بشه. اما اسرائیل آقای سپهبند از نظر افکار عمومی جهانی ضرر بیشماری کرده و همینجور هم داره ضرر میکنه با این سیاستی که آقای نتانیاهو گفتم در جهت منافع کشورش داره پیش گرفته. ببین روابط اسپانیا با اسرائیل کاملا به هم خورد. روابط دیروز قرارداد دفاعی ایتالیا با اسرائیل، ایتالیا کنسلش کردن، گفتن دیگه ما این قرارداد نمیخوایم. بعد نگاه کنید خب بقیه کشورها هم شد، در فرانسه، در انگلیس، اینا موافق نیستن، کمان که در همین جنگ دیگه متحدتر، نزدیکتر از فرانسه و انگلیس و به ویژه آلمان به اسرائیل نبود و نیست. اما تو این جنگ هیچ کدومشون شرکت نکردن. بیشترین کمک و مالی رو بعد از آمریکایی‌ها آلمان‌ها به دولت اسرائیل میکنن. یعنی خیلی به اصطلاح پشتیبان قوی بودن یا هستن برای اسرائیل، ولی در این جنگ هیچ کاری نکردن. آقای مرتز هفته پیش گفت ما میخوام تصمیم گرفتیم مستقیما ما با جمهوری اسلامی مذاکره و صحبت کنیم. خب اینا همه در واقع ضررهای سیاسی افکار عمومی که به اسرائیل وارد شده. این نمیشه منکر شد که در زمینه افکار عمومی اینا باختن. آقای ستار دلدار عزیز، شما الان با شرایطی که رسانه‌های داخلی کشور در ارتباط با آتش بس
صورت گرفته چند مورد هستش در ارتباط با امریکا و همچنین اسرائیل امسال. من یه 10 مورد، من 2-3 موردشو میتونم و ببینیم که واقعا بعد از نظر همین 80 میلیون نفری که شما اشاره میکنید که در داخل کشور هستن چه دیدی نسبت به امریکا دارن. از اون گذشته اشاره فرمودید که این مردم هستن که دوباره باید بیان در کف خیابونا، ولی با توجه به بسیجی هایی که در سطح خیابون هستن عملی نیست، این امکان پذیر نیست که مردم دوباره مثل 17 یا 18 دی ما اون کار رو انجام بدن. اما ببینید این نشانه شکست بزرگ شیطان و پیروزی ایران چجوری اشاره کردم. من گفتم 10 مورده، برای من 2-3 موردشو برای شما بازگو خواهم کرد. مهمترین هدف راهبردی دشمن یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی ناکام و به یک آرزوی محال برای شیطان و شرکایش تبدیل شد. دشمن در این حوزه عملاً بیچاره شد. ترامپ شیطان و شرکایش میگفتند که با زور نظامی میخوان توان نظامی ایران را منهدم کنند. اذعان کردند که این آرزو را به گور میبرند. شیطان و شرکایش میگفتند میخواهند به جای توافق سیاسی با زور نظامی مواد هسته‌ای را از ایران خارج کنند و ایران را در حوزه هسته‌ای تسلیم سازند. در این زمینه افتضاح تاریخی را رقم زدن و یعنی با این طریق فکر میکنم که ایران داره از دید قدرت با امریکا و اسرائیل قرار گرفته جلوشون. به آسف من یه واقعیتی اولا بیسیکلی یعنی بر اساس پایه مردم ایران آمریکا رو دوست داره. تا اونجا از نظر تاریخی همیشه دوستش داشتن مردم. مشکلی با آمریکا نه، با مردم آمریکا نه، با ملت آمریکا نه، با کشور آمریکا. این از نظر ذهنی من همیشه داشتم، با من بوده. آمریکا برایشون یه چیز عجیب و غریب بهشتیه. اما خب یه طرفدار جمهوری اسلامی داستانشون فرق می‌کنه، به قول تو میگن شیطان. اما این واقعیت نمیشه انکار کرد. آقای سپهبند یادتون باشه من به حرف جمهوری اسلامی کاری ندارم، به حرف ترامپ هم کاری ندارم، من با مردم تماس میگیرم. خب من نگاه میکنم تو همینجا شمال کالیفرنیا اقلیت‌های ملیتی زیادی هستن، افغان هستن، عرب هستن و من با اینا صحبت میکنم. اینا حرف جمهوری اسلامی رو میزنن، میگن ایران قدرت بزرگ جهانی رو متوقف کرد. آره اینو دارن نه تنها تو ایران طرفدار جمهوری اسلامی میگن، بلکه متاسفانه اینجا میگن و این کار شده. خب بالاخره آقای یادمون نره که ما فراموشکار که نیستیم، ممکنه خودشون فراموشکار باشن. گفتن ما 36 ساعته ایران میگیریم، کارمون 36 ساعت طول میکشه. خب کجا 36 ساعت؟ 2 ماه نتونستن. خب اینه نمیشه منکر بشی به هیچ وجه. چرا؟ نه که نتونه برنامه نداشت آمریکا. از برنامه از پیش تنظیم شده ای که بخواد هدفش اینه نداشت. همینجوری آقای ترامپ یه دفعه تصمیم گرفتن وسط مذاکرات حمله بکنن و این نتیجه نداده. حالا چه خوب چه بد، من میگم با مثلا این افغانا و عربا میرم بیزینس دارم باشون، همین بیزینس تلویزیون آگهی میدم بالا، من صحبت میگم با غرور صحبت میکنم. با غرور میگن آقا جمهوری اسلامی گرفت، اسلام پیروز شد. خب اینا حساس میگید شما. اما در مورد اینکه آمریکا اومده اون اورانیوم ها رو برداره ببره موفق نشه، به نظر تبلیغاته. اون 2 تا هواپیما به علت نقص فنی یا نمیدونم چون نیروهای جمهوری اسلامی به اون هواپیما به 3 کیلومتریش رسیده بودن، بر اساس خود گزارش خود پنتاگون به 3 کیلومتریش. خب از اونجا خمپاره زدن، نمیدونم موشک زدن، این هواپیما رو در واقع از حرکت انداختن و نتونستن پرواز کنن. اینا نیومده بودن به نظر من، چون اون مسئله آوردن اون اورانیوم ها یه مسئله بسیار حساس فنی و با نمیدونم 200 تا 100 تا آدم نمیشه این کاری کرد. خیلی خیلی خطرناک، بسیار
بسیار بسیار خطرناک. اون نیست. حالا ممکنه بیانیه شورای امنیت روسیه که امروز منتشر شد شاید این بتونه در واقع قابل قبول بشه. 60,000 تا نیرو هستن و یه نیروهای تخصصی 10,000 تاشون تو راهن که میان و تخصصشون تو این کار هست. اون آره. اینی که جمهوری اسلامی تبلیغات میکنه آره نتونست. روز اول همه دنیا تمام کارشناسای دنیا من تفسیرها رو میخوندم میگفتن آقا راه هوا نمیشه این حکومت عوض کرد. آقای ترامپ بی خود میگه که کمک در راهه. خب راستم شد، درستم بود. ولی آره داستان همه اینا رو فرمودی، همون داستانی که میگید شاهزاده رضا پهلوی گفتن یا من میگم ایشون گفتن، منم معتقدم، خیلی هم معتقدن که رژیم خیلی ضعیف شده. بین خودشون از همین الان اختلافات آدم میبینه. این رژیم آقای سپهبند، رژیم جمهوری اسلامی خمینی و خامنه‌ای از همین دیروز نیست، از همین امروز دیگه نیست. اینا دیگه اون حکومت نیستن و به نظر من در طول زمان این حکومت ما و حکومت ایران رفته رفته تحلیل میده و گفتم که توقع نشه آمریکایی‌ها این کار بکنن. تحلیل میره و برخلاف اون چیزی که میگه آقا اینا حزب اللهیان هم نیرو دارن، سپاه دارن، تو خیابون مردم نمیتونن. نه میتونن. گفتم که سر قدرت الان شروع شده مبارزه. این جنگ تموم بشه این اختلافات علنی میشه، چون کسی نیست در حد الان، در حد خامنه‌ای یا خمینی. ممکنه که 6 سال دیگه 10 سال دیگه قالیباف یا نمیدونم عراقچی یا هر کسی دیگه یا پزشکیان یه به چنین قدرتی برسن، ولی این زمان میخواد. الان چنین قدرتی وجود نداره. بنابراین این اختلافات ساختار قدرت تو ایران تضعیف‌تر میکنه و راحت دیگه نمیتونه اینا مردم بکشن و مردم. حالا ببینید رشد حالا با صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران امسال منهای 7.1%. یعنی اون شرایطی که دیروز مردم داشتن که این همه زجه و لابه میشه، همه نمیدونم صدای فغانشون با آسمون بلند شده، حالا 7% پایین‌تر میاد. یعنی نه چیزی اضافه میشه، اونی که دارن هم از بین میره. 7.1%. من این گزارش‌ها رو میخوندم، هیچ کشوری ندیدم اینقدر رشد اقتصادیش منفی و حالت سقوط داشته باشه. خب این مردم ناراضی که نمیتونن که همینجوری با شکم گرسنه بگن زنده باد قالیباف، زنده باد مجتبی. اینا درخواستاشون وقتی به جون به لبت میرسه دیگه آقای سپهبند، من فکر می‌کنم که خود مردم این کارو خواهند کرد. آقای دلدار، یک دنیا ممنون. من آخرین سوالمو با شما مطرح میکنم و 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. به من اشاره میکنن بازنده این جنگ کیه؟ مردم ایران. در درجه اول مردم ایران. ما بازنده بزرگیم، بعدش هم آمریکایی‌ها، بعدش هم اسرائیل و تمام دنیا. جنگ آقای سپهبند هیچ وقت برنده نداره. من به تو قول میدم. همیشه اون که بگه من برندم بازنده بوده، اونم باخته. همه میبازن تو جنگ، هیچ که تو جنگ نمیبره. به همین دلیل من همیشه وقتی فکر میکنم که جنگ میخوان آدم‌ها همدیگه رو بکشن، اصلا باورم نمیشه که انسان میتونه یک کسی رو بکشه به هر دلیل. من از این 3 دقیقه که گفتی نظرم بود، خواستم یه تشکر بکنم توی فاصله‌اش که اولا از حمیدجان عزیز، حمید شهباز عزیز سپاسگزارم. ما تقریبا از سال 53 در تلویزیون ملی 54 ببخشید با حمید آشنا شدم. آقای شهباز این 50 و خورده سال یا 50 سال ما با هم دیگه در ارتباطیم. اینجا شمال کالیفرنیا بوده، همیشه با هم کار کرده. رفیق عزیز من. خودت ما 12 سالگی با هم دیگه بودیم. از 12 سالگی در اطلاعات کودکان و از اون زمان‌ها یعنی 50-60 سال پیش تنها 2-3 نفر موندیم که هنوزم وسایل ارتباط جمعی هستیم. خودت هستی، حمید هست، آقای میبودی هست و اینا که جلو دوربین ولی پشت دوربین آقای شجره و هستن
و این تقریبا آخرین بازمانده های سازمان تلویزیون ملی ایران، روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهانه که هنوزم بقا داره. توکل خدا. ولی من آرزوم آقای دلدار، من آرزومه که ایرانو ببینم قبل از اینکه برام اتفاقی بیفته. میریم انشالله. سپاسگزارم، ممنونم ازتون. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. فرما خیلی تشکر کنم. مسعود جان کارشون فوق‌العاده بود. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم. بینندگان عزیز، این بود گفتگوی من با آقای ستار دلدار. از ندای عزیز کارگردان فنی برنامه تشکر می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید آزادی ایران.